بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبي أصحابه أجمعين. أما بعد، شرح كتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجزء الأول. إنك بعون الله تعالى مدرس خضر دوام بدهم از شرح كتاب درس های زبان عربی برای کسانی که با عربی حرف نمیزنن از قسمی یکم. درس امروزی ما گفته است که الدرسانی السادس عشر و السابع عشر، یعنی دو درسی 16 و 17. موضوع این دو درس از چی عبارت بوده است؟ المبتدا و الخبر، یعنی درباره مبتدا و خبر بوده است. المبتدا اسم يقع في اول الجمله، الخبر اسم يقع بعد المبتدا و تحصل به الفائده. این معلوماتی اختصار برای مبتدا خبر است، اگر از این هم بیشتر می باشد. مبتدا اسمی است که در اول جمله واقع می شود. خبر باشد اسمی است که بعد از مبتدا می آید به سبب وی یک فایده روی می دهد. مراد از فایده روی دادن یعنی معنای جمله پر می شود. معنای جمله پر می شود. امثله للمبتدا والخبر، مثال ها برای مبتدا و خبر: هذا طالب، این دانشجو است. هذا مبتدا است و طالب خبر. الباب مفتوح، در گشاده است. هؤلاء مهندسون، اینها مهندسان. هو مجتهد، و کوشش کننده است. هم اذکیاء، و اینها با عقل زیرکند. النجوم جمیله، ستاره ها زیبا. انت ذکی، تو زیرک هستی. انتن طبیبات، شما دکتر زن هستید. الطلاب ناجحون، دانشجویان موفقند و که پیروزمندند. یعنی در طرف راست بوده کلمه ها اینها چی مبتدا می باشد. نظر به آن نکرده که بعضی این اسم ها اسمی چی می باشد؟ معرب می باشد، بعضیشان مبنی می باشد. خلاصه یعنی معلوماتی کمی پرتر گویم. المبتدا هو الاسم المرفوع العاری عن العوامل اللفظیه. مبتدا یک اسم مرفوع است که از عامل های لفظی خالی می باشد. مبتدا می شود که ظاهر باشد و می باشد که مضمر باشد. و هو قسمان ظاهر و مضمر. مثلا هذا این مبتدای ظاهر است. الباب، خواب، هؤلاء. و می شود که مضمر یعنی از ضمیر عبارت باشد، مانند هو، هم. فهمیدید؟ خبر چیست؟ الخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة مع مبتدا. یعنی خبر یک جزء می باشد که به اون جزء و همراهی مبتدا چی فایده روی می دهد. و خبر می شود که مفرد باشد و غیر مفرد باشد. و غیر مفرد مثلا گیریم جمله اسمی می شود و می شود که شبه جمله باشد. می شود که مثال جمله فعلی باشد. فهمیدید؟ درباره این معلومات ها گفته گذاشتیم. بعداً میگوید که الاشاره الى جمع غیر العاقل، یعنی غیر العالم. اشاره به جمعی که یعنی اسم جمعی که و غیر عالم است. الجمع غير العاقل غير العالم للقريب. هذه كتب، هذه بيوت، هذه الأبواب مفتوحة، هذه الدروس سهلة. يعني جمع غير عالم باشد برای نزدیک، برای این یعنی که هذه را استفاده برده میشد. مانندی هذه کتب میگویم، هؤلاء کتب نمیگویم. هذه بیوت، اینها خانه.
هذه الأبواب مفتوحة إن دارها شادئا إن درسها أصانا. الجمع غير العاقل للبعيد تلك، جمع غير عاقل يعني غير عالم برای دور باشد. تلك استفاده برده می شود. تلك کتب آنها کتابان، تلك بیوت آنان خانان، تلك النوافذ مغلقه آن تیریزه ها رستن محکما، تلك الطائرات كبيرة آن هواپیماها کلانند. هذه كتب صحيح، هذا كتب خطأ، هؤلاء كتب هم خطأ گفتست. تلك كتب صحيح، ذلك كتب خطأ، أولئك كتب خطأ. هذه الأبواب مفتوحة، هذه مبتدا، الأبواب بدل، مفتوحة خبر، تلك مبتدا، النوافذ بدل، مغلقة خبر شده استداست. جمع بعض الكلمات، جمع بعض كلمة. باب أبواب، بيت بيوت، نجم نجوم، قلم أقلام، حمار حمير حمر، سرير سرور، نهر أنهار، سيارة سيارات، كلب كلاب، طائرة طائرات، درس دروس، بحر بحار وبحور همجلس، كتاب كتب، قميص قمصان وأقمصة، دراجة دراجات، حقل حقول، جبل جبال، بنت بنات. بارك الله فيكم. درسي امروزي درسي 16 و 17. نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. الحمد لله رب العالمين.